سوال بعدی بچه ها گفته حاصل را به صورت عدد تواندار بنویسید. توی اینا عدد معمولی ها باید با هم ضرب شن، یعنی 2 4 تا الان میشه 8 تا. اونایی که 10 دارن هم با هم میتونیم بگیم پایه ها مساویه. یکیشو می‌نویسم، تواناشون ضربه باید با هم جمع بشه، ولی جمع جبریه. ببینید منفی 7 و مثبت 9 ناجوره، کم میکنی علامت بزرگتر میشه 2. پس این همینطوری میمونه. بعدی الان من برام سخته 12.5 تقسیم بر 25 کنم. بیام به جای 12.5 بنویسم 125 ضرب در 10 به توان منفی 1. شما اگر بخوای اینو برش گردونی به این راحت میتونی 125 رو بنویسی، چون یه رقم اعشار خودش داره بچه‌ها جلو ممیز یه رقمه دیگه، تواناتون چون ممیز داره خودش توانت منفی میشه، پس میشه 125 10 به توان جلو ممیز یه رقمه میشه منفی 1. حالا این 10 به توان منفی 4 با 10 به توان منفی 1 میشن 10 به توان منفی 5، چون جوره دیگه توانمون، پس میشه 125 ضرب در 10 به توان منفی 5. اینجا 25 رو می‌نویسم ضرب در 10 به توان منفی 19. میتونی مثلا این 10 رو ببری بالا محاسبه کنی، ولی همینجوری هم میشه. 25 به 25 1، 125 تقسیم بر 25 5. پس 5 یکم که همون 5، 10 به توان منفی 19 10 به توان منفی 5. اگر سختت بود اینجوری محاسبه کنی چون دوتاش منفیه، ببین بچه‌ها باید بگم پایه ها مساوی، یکشو می‌نویسم توانا رو از هم کم میکنم. ببینید منفی 5 منهای منفی 19، منفی در منفی میشه مثبت، الان ناجوره کم کن علامت بزرگتر میشه مثبت 14 که ما مثبت رو دیگه نمیذاریم، پس میشه 10 به توان 14. میتونستی از اول اینو ببری بالا بعد محاسبه کنی.